این هفته خبر تو خبر داره براتون از ولی وقیحی که داره روز به روز به پرتگاهی به اسم انتخابات نزدیک میشه و خودش رو به در و دیوار میکوبه تا یه جوری نظامش رو از لب این پرتگاه رد کنه. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست. اما خود عوضی هم میدونه که با این حرفا نمیتونه از پرتگاه انتخابات فرار کنه. در راستای حماسی کردن نمایش انتخابات، دلغک نظام خاطره این رو کرد که تمام شک و تردیدها درباره انتخابات آزاد زیر نظر ولی فقیه رو پودر کرد. شیرین کاری که امام کرد خیلی قشنگ بود. روز 12 فروردین آمد قم خیابون چهارمردون رأی بده. عباس دور امام شلوغ بود، فیلمبرداران نتونستن فیلمبرداری کنن. گفتن آقا ببخشید یه بار دیگه این رأی رو بنداز تو صندوق که ما فیلمبرداری کنیم. فرمود من یک نفرم یک رأی بیشتر ندارم. رو کره زمین یه همچین رهبر شما دیدید؟ نه رو کره زمین مثل دموکراسی ایران هست. قرائتی گفت امام عمش یه رأی بیشتر نداشت. ببینید با اون یک رأی چه غلطی توی مملکت کرد. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن میگن ای شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوایم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردن ما همه اینها را از بین خواهیم. اینا اگر شدن که هرچه دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لیکن بیرون دیگه نمیتونن. اینها باید منزوی بشن. البته خود قرائتی هم که سنگ بهترین دموکراسی دنیا رو به امامش میزنه، 2 قدم بعد دم خروس سلطنت ولی فقیه از زیر عبای دموکراتیکش بیرون میزنه. مثلا همه دنیا رئیس جمهور دارن، ما غیر از رئیس جمهور یه ولایت فقیه هم داریم که نظارت کنه بر رئیس جمهور. یه چیز اضافه داریم. دم خروس که هیچی، خود خروس بیرون زده و به قدقد افتاده. این هفته سیرک راهیان زور هم بالاخره به پایان رسید و همه ساندویچ‌خورهای رنگارنگ شلمچه‌ای رو بعد از یک اختتامیه ضد استکباری راهی خونه هاشون کرد که البته راه بعضیاشون خیلی دور بود. I'm from Sierra Leone. بنده از بورکینافاسو آمدم. از هندوستان هستم. کشور حبشه آمدم. از کشور کومور. اینم از یک حرکت بسیار ضد استکباری که قرار ساندیسی-های سرگردون تو شلمچه رو حال بیاره. جایزه باروت خیس به طور نمادین به میشل اوباما همسر باراک اوباما اعطا شد. جایزه باروت خیس هر سال به یکی از مخالفان انقلاب اسلامی که برخلاف میل خود خدمتی به انقلاب کرده است اهدا می شود. اینا جایزه رو بردن داخل کاخ سفید. از داخل کاخ سفید زن رئیس جمهور و یعنی بالاترین مقام رسمی امریکا اومده یه جایزه هنری میده که تنها خصوصیت این فیلم ضد ایرانی بودنشه. و امروز خانواده شهدا، هنرمندان و بیش از 200 تبعی خارجی از 37 کشور جهان در شلمچه هستند تا تندیس باروت خیس را در اختتامیه کنگره بین‌المللی رهاورد سرزمین نور به میشل اوباما اهدا کنند. رونمایی از تندیس باروت خیس قرار بود که تقدیم سفیر کشور سوئیس بشه و ایشون هم دعوت شده بود به این کنگره، اما ظاهرا تشریف نیاوردن. تندیس برای میشل اوباما پست شد.
این هم موضع‌گیری آتشین یک بسیجی درباره اهمیت این حرکت نمادین. اگر بخواهید بدونید که چرا نظام مجبور شده ته سیرک راهیان زور رو با این ادا و اطوارها ببنده، علتش اینه که استخوان شمردن و گریه‌زاری تو بیابون دیگه دردی از بسیجی ها دوا نمی‌کنه. این هم از اظهار نظر یک کارشناس شلمچه رفته. نمیدونم شما چی میخواین بگین. یعنی اینکه اون روزی هم که اومدم پیش شما پادگان دژ با رفقات گفتگو کردم، حس کردم خیلی در نیامد. یعنی اینکه بچه‌ها خیلی تو فضا نبودند. وقتی که تو یه کسی رو داغ میکنی، وقتی که آتیشش میزنی، خب این اگه 1 ساعت بگذره، 2 ساعت بگذره، یا 2 روز بگذره، 10 روز بگذره، 2 ماه بگذره، اون داغیه یواش یواش به سردی گرایش پیدا میکنه. شما و رفقای شما به نظرم جوونا رو اینجا داغ میکنید. یعنی اینکه تو فضای جنگ و احساس و اینجا این اتفاق افتاد، اینجا شهدا این کارو کرد. نظرت آدمایی که شماها رو درک نمیکنن تو این فضا نیستن، جوونایی که قیافه هاشون، سر و شکلشون، مدل رفتاریشون، تیپشون با تو و با فضای فکری تو سازگار نیست. اگر بخوای بیاریش اینجا، براش چیزی برای عرضه داری؟ آخه ذهنیت بیرونی بعضن اینه ها. یعنی که من خیلی ها رو دیدم میگم راهیان نور، آقا چیه عید نوروز همش بریم گریه کنیم اونجا و نمیدونم. ذهنیت بیرونی ها بعضی از آدم‌ها راجع به راهیان نور اینه. این هم یک مجری مشنگ توی تیوی ریش که مجبور شده هر پرت و پلایی بگه شاید کسی پای برنامه‌اش بشینه. قرارم نیستش که همش چهره منو شما تحمل کنید. شاید اصلا خوشتون نیاد منو ببینید، حقم دارید. خب دیگه چهره ندارم دیگه، اب نداره که. ولی هنرمندای زیادی هستن که هم خوشتیپن، هم محبوبن، هم اومدن جزیره کیش نورود. شما برید به تالار شهر، یه دونه از این هنرمندا رو که دوستش دارید ببینید، یه چند دقیقه هم چهره منو نبینید، یه ذره آروم بشید، بعد برگردید، با شما همراه خواهیم بود. برید به تالار شهر. این هم گزارش زنده از وسط دریا توسط یک پنگوئن پرتحرک. تو این جشنواره نوروزی میتونید از یه سری بازی جذاب و زیبا در کنار خانواده هاتون لذت ببرید. این هم آیت الله ساندویچ مغز که اومده به بسیجی هایی که مغزشون رو آکبند تحویل میگیرن و آکبند تحویل میدن یاد بده که اون چیزی که توی کلشونه یک استفاده ای هم داره. که این همه نیرویی که خدا تو این مغزت گذاشته باید به کار بگیری. اینشتین مغزشا ول نمیکرد، مغزشا راه نمیکرد. اگر تو خیابون داشت میرفت درختها را میشمرد، آخر خیابون میشه 311 تا. به مغزش میگم نگردان اینا. فردا میگم میدونه چند تا درخت اینجا این تو خیابون؟ نه 311 تا. دوکونا را میشمرد، دوکونایی که میشمرد، پلایی که بالا میرفت میشمرد، این اندازه پله، اون اندازه پله، اینا این پله ها را میشمرد، تو ذهنش جا میداد، ذهنش را تقویت میکرد. شما خب بهتر از اون زمینه ذهنی دارید، شما خیلی بهتر میتونید بخونید. حالا ببینید که این مدعی استفاده از مغز خودش چقدر قشر خاکستری تو کلش داره. دقت کنید، اینجای مغز دست شونه چپتون به سمت بالا یک قسمت خاکستری لنگ، این قسمت وسعتش از کف دست خود صاحبش کمتره. حالا یکی از شاگردهای همین کلاس از تمام ظرفیت قشر خاکستریش استفاده کرد و این خاطره رو از زمان سال تحویل در وسط زمستون به یاد آورد. ایام عیدهای زمان قدیم، مخصوصا زمانی که زمستون بود، اگه عید به زمستون برمیخورد، کرسی بودش و روی کرسی سیم مجمعه میذاشتن، آجیل و شیرینی و تخمه و میوه و همه چی رو میذاشتن تو اون مجمعه، رو کرسی میشستن دور همدیگه، سال نو رو انجام میدادن. 34 سال پیش خمینی گور به گوری
توی هواپیما جلوی دوربین یک شکری خورد که هنوزه تمام ریز و درشت های نظام دنبال جمع و جور کردنش هستند. شما بگید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ آخرین نمونه ماسمالیزیشن رو از زبون این طلبه تازه به دوران رسیده بشنوید. حضرت امام رضوان الله علیه وقتی که میخواست وارد وطن بشه، از پاریس به ایران تشریف بیارن، خب خیلی ها دغدغه داشتن. حکومت نظامی بود و طاغوت نمیخواست حضرت امام نورش این ملت را روشن بکنه. همه نگرانی داشتن، از امام سوال کردن شما چه حسی دارید؟ چه احساسی دارید؟ از یه طرف مردم آمدن استقبال، از یه طرف حکومت نظامی. فرمود من هیچ احساسی ندارم. چرا؟ چون اون آرامشه، اون ایمانه ظرف دل امام رو پر کرده. چیزای دیگری نمیتونه این آرامش رو به هم بزنه. از قدیم گفتن دود از کنده بلند میشه، اما این یکی رو اگه ببینید میگید دود کدومه؟ بعضی کنده ها مثل سوخت سوپر میسوزن. گرفتی یا نه؟ آده رفت تو نرفتی بالا میخوام بالا خواهده نداره ایسی نرنمان خودی چرا انجام میره بالا خواهده نداره ایسی خواهده خواهدون بالا گرفتی یا نه؟ ولی آرشده ها